اون قوم مرکز عملاً همه رفتارهاش رو در چارچوب تقویت هویت ملی تعبیر میکنه. یعنی مثلا هزینه کردن برای زبان فارسی، کمک کردن به گسترش مؤلفه‌های فرهنگی قوم محور که به عنوان هویت ملی نمایش داده میشه، به عنوان گام‌هایی برای تقویت هویت ملی، همبستگی ملی، وحدت ملی تعبیر میشه. متقابلا تلاش در واقع فعالان گروه‌های اتنیکی برای اینکه اون ممیزهای خودشون رو از مرگ نجات بدن، در واقع به تعبیری بخشی از میراث بشری رو حفظ کنن، مثلا زبانشون رو، اون رو به عنوان خطری برای هویت ملی میبینه. یعنی اینجا هست که در واقع اون رفتار قوم محورانه است. این رفتار حتی دفاع قوم محورانه نیست. در واقع میگه منم حقوقی دارم که در این چارچوب سیاسی نادیده گرفته شده. ما به این نمیگیم قومگرایی. در تئوری، در دانش سیاسی مفهوم به اسم قومگرایی نداریم. این در واقع بیشتر یک اتهام سیاسیه. یعنی برای اینکه ما بتونیم بگیم فلان رفتار سیاسی، فلان مجموعه هویتی رفتاراشون قومگرایانه هست، باید ابتدا تعریف بکنیم قومگرایی یعنی چی؟ اتنوسنتریسم یا قوم محوری یعنی به این معنا میخوام، به این معنا که یک گروه قومی ارزش‌ها، باورها، دیدگاه‌های خودش رو، مطالبات خودش رو معیار قضاوت گروه‌های دیگه قرار میده. اساساً قوم محوری رو قوم مسلط اعمال میکنه. اون کسی که تونسته این دیدگاه‌ها رو عملاً پیاده بکنه، قوم مسلط هست که میاد بر اساس این معیارهای خودش من و شما رو قضاوت میکنه و بعد من و شما رو دونتر از خودش نشون میده. اون موقع قوم محوری در واقع اتفاق میفته. اونچه که عملاً میشه اثبات کرد به لحاظ نظری بهش پرداخت این است که اونچه که ما میبینیم در واقع غلبه قوم محوری گفتمان مرکز هست. این در واقع یک قوم محوری فارس محور که همه فرهنگ‌های متفاوت ایرانی رو از عرب و ترک و بلوچ و ترکمن و گیلک و فلان بر اساس ارزش‌های قوم فارس تعریف میکنه. به همین خاطر فارسی رو با لهجه صحبت کردن موجب تمسخر هست.